رادیو پیک این هفته رو با تسلیت به مناسبت مرگ دلخراش دختران هرمزگانی آغاز می‌کنیم. دانش آموزان مظلومی که در تصادف جاده داراب جان باختند و یک بار دیگه ملت ایران رو داغدار کردند. برای مجروحین این حادثه هم آرزوی بهبودی داریم و امیدواریم که این عزیزان هر چه زودتر به کلاس‌های درسشون برگردن. هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی، از این زمان دلم سیر می شود گاهی، عقاب تیز پر دشت های استقنا اسیر پنجه تقدیر می شود گاهی، صدای زمزمه عاشقانه آزادی. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ رادیو پیک یک شنبه رو تقدیم حضورتون میکنیم با کلی چاشنی و مخلفات از خبرهای داغ هفته گذشته گرفته تا حرفها و نکته‌های شنوندگان عزیز. ما که خیلی خوشحال و شادیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه لحظات خوبی رو با هم داشته باشیم. وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکایی، تو اون مذاکرات 5+1 اومد تو تلویزیون خارجکی و درباره میزان سواد انگلیسی مقامات مذاکره کننده ایرانی یک کوچولو صحبتایی کرد. گوش بدیم با هم. The P5+1 in the European Union agreed to lift, which in English means suspend, in Iranian terms means end, which is why we use the word lift. One of the things one does in diplomacy, language matters. الان شما شنوندگان عزیز رادیو پیک دو دسته هستین. دسته اولتون که انگلیسیتون خیلی خوبه و فهمیدین خانم چی میگه، الان کف اتاقتون درازکش افتادین و به خنده و قهقهه. دسته دومتون هم اونایی هستن که مثل من انگلیسیشون زیاد خوب نیست و کامل متوجه منظور این خانم نشدن. واسه شما عارضم که وندی شرمن میگه مذاکره کننده ایرانی مثل من و شما انگلیسیش همچین خوب نبوده و فرق کلمه لیفت و ریموو رو نمیدونستن. طرف غربی مذاکره هی میگفته تحریم ها، اونم فقط هسته‌ای رو لیفت میکنیم، ولی طرف ایرانی فکر میکرده که منظورش اینه که همه تحریم ها رو ریموو میکنن. یعنی اینطوری متوجه شده بودن که الان شما توافق کنین، برگردین کشورتون، پاتون به فرودگاه خمینی نرسیده، همه تحریم ها از بین رفته. در همین راستا وندی شرمن و بقیه مذاکره کننده های غربی گفتند زرشک و ما مجبور شدیم تو رادیو پیک یه معلم انگلیسی بیاریم برای مقامات مذاکره کننده ایرانی. خب آقایون مسئولین دفترهاتون رو باز کنین، میخوام دیکته بگم بنویسین. We are Tahrim. Tahrim is very bad. We yesterday go to مذاکره. When they غربیا say lift یعنی اینکه they lift تحریم. Lift is not remove. آقای ظریف سرت تو برگه خودت باشه. When غربی ها say lift هسته‌ای it is just هسته‌ای. It is not موشکی. It is not حقوق بشر. آقای عراقچی فرق لیفت و ریموو فهمیدی؟ آفرین پسر خوب. بنویس. جام زهر is very bad. آقا درینکس جام زهر بات غربی ها ولکن ماجرا نیستن. تحریم is for آخوند and سپاه and is very عصبانی. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. 26 letters from. شیخ حسن روحانی چند روز پیش تو مصاحبه تلویزیونیش گفت که چند تا کشور فقط تو دنیا هستن که میتونن سالانه 600,000 شغل ایجاد کنن. یکی از این کشورها هم ایرانه. فقط 5 کشور در دنیا هستند که
بالای 600,000 شغل در سال میتونن درست کنن. ما در سال 95 مجموعاً 630,000 شغل خالص ایجاد شد. ما هم گفتیم بریم ببینیم این شغلایی که ایجاد میشه و ما نمیبینیم چیه. رفتیم تا اینکه توی یکی از این سایت‌های تبلیغاتی دیدیم که یه نفر تو زنبیل آباد قم یک کاسبی جدید رو انداخته در حد استارتاپ‌های بین‌المللی. تو متن تبلیغش هم نوشته با عرض سلام خدمت روحانیت معزز، پیچیدن عمامه‌های متنوع با طرح‌های مختلف با قیمت عالی متناسب با سلیقه شما در درب منزلتان پذیرفته می‌شود. یعنی ایده رو ببین، حالشو ببر. فقط کاش میتونستم به این طراح محترم عمامه پیچ یه پیام بپرسم اخوی منظورت از طرح‌های مختلف دقیقاً چی بود؟ آخه ما تو این 30-40 سال هرچی عمامه سر این آخونده دیدیم یه مدلی بوده، یه ملافه رو 7-8 بار دور یه کله پیچیدن، دیگه مدل دیگه هم مگه داریم؟ مثلا مدل زیگزاگ میزنی، مدل دم خرگوشی، عمامه آستین کوتاه، مثلا عمامه مجلسی، عروسکی میبندی، عمامه یقه باز. لااقل بگو ببینم این طرح‌های مختلف که زدی تو آگهیت دقیقاً چیان؟ رنگ بندیش یه جوره فرق میکنه. ما که فقط مشکی و سفید دیدیم، من شما رنگ دیگه هم میزنی، مثلا صورتی ها، سبز خالخال یشمی، نوک میدادی براق، گوجه مات ها. خسته نباشی، خیلی ممنون، واقعا با این استارتاپ تجاریتون عالی کار کردین. اصلا ایدهتون انقدر باحاله که همین روزاست بیکاری کلن ریشه کن شه. خسته نباشی، عمامه رو به پیچ اخوی. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشونو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن ته دلدادگی میشه. این هفته تو شهرستان بافت 1 تا پارک بانوان افتتاح کردن. دستون درد نکنه یه وقت چوغوروک نزنه گلتون. الان فی المجلس در حال حاضر موقتاً ما با اون قسمتش که چرا همچین پارکی رو ساختن کاری نداریم. یعنی کار داریم و بعداً مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. اصولاً اصلا چرا پارک باید زنونه مردونه باشه؟ آرایشگاه که نیست، پارک دیگه، 4 تا درخت و چمن و 2 تا تاب و سرسره و اینا که دیگه این حرفا رو نداره. حالا بیاین این مقوله رو فعلا بیخیال شیم، بریم سراغ همین مراسم افتتاحیه پارک بانوان در شهر بافق. به عکس‌ها که نگاه میکنی آقا همه چی میزون و مرتب، فقط یه چیزی کمه، یه نمه جای خالیه، یه چیزی حس میشه. چین؟ الان عرض میکنم خدمتتون. اینطوری که کلی آقا و آقازاده جمع شدن یه پارک بانوان افتتاح کنن، اما تا شعاع 2 کیلومتری مراسم افتتاحیه هیچ خانومی رعایت نمیشه. پارک بانوان ها، اما آقایون براش افتتاح میکنن. بله، دستون درد نکنه. خسته نباشین، واقعا ما شرمنده ایم این حجم از نرینگیتون اینجوری زده. آره اصلا حالا اینم بیخیال، فلسفه مضحک و خنده‌دار این پارک بانوان اینه که فقط بانوان واردش بشن و ورود هر آقایی ممنوعه. ولی ما به چشم خیشتن دیدیم که در مراسم افتتاحیه گله‌ای از مسئولین آقا روبان رو پاره کردن و وارد پارک بانوان شدن. علا برکت الله. یکی موند و یکی مون رفت، جهان ما 2 قسمت شد. یکی تنها توی خاکش، یکی راهی غربت شد. آقا در هفته‌ای که گذشت کلی سوغاتی و هدیه و یادگاری به دستمون رسید، همه رقمه، از آهنگ تا نامه تا وایس و خلاصه دوستان رادیو پیک ما رو شرمنده کردن. از همشون ممنونیم. از دوست خوبم علی که ترانه‌های قشنگی برامون میفرسته. کی دارن میکنن کمی، خیلی دیر نشده هنوزم وقت است، بگو چرا آرزومو میکنی تو دست تو میدونی خست است، همه درا بست است، تا بخوام حرفی بزنم همه میگه خفش بس، نمیخوام بگم تا دوست عزیزم محمد تیام که کلی ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن. آقا من این رادیو پیکا مثل آهنگ ریختن رو فلش، فقط رادیو پیک گوش میدم فقط. و یکی دیگه از دوستانمون که ایشون هم برامون آهنگ فرستادن. Letters I've written never mean sad.
beauty I've always met with these eyes before. قضیه همش مربوط به رادیو پیکه. و به اینها اضافه کنید فرناز و سینا و نیتو و امبو و حمید و خلاصه از همتون ممنونیم و برای همتون آرزوی موفقیت میکنیم. اتوبوس رادیو پیک به اندازه همه ایران صندلی داره. خب یه سری بزنیم به دنیای فوتبال و مقدماتی جام جهانی. الان یه 2-3 سالی هست که ایران به هیچ تیم آسیایی نباخته و یه سالی هم هست که از هیچ تیمی گل نخورده. اما رفتیم تو فجازی دیدیم که ای بابا یه عده‌ای از این ارزشی‌ها از الان دارن نقشه میکشن که تیم ایران جلوی تیم ملی مظلوم و جنگ زده و آواره و بی‌پناه بشار اسد ببازه. اونم با اختلاف گل زیاد که مثلا اونا هم بیان با ما جام جهانی. بعد ما کامنت گذاشتیم اخه این تبانی کثیفه، اما زیر کامنتمون کلی فوش خوردیم که هیچ. آخرش گفتن که این همه فساد تو فیفا و فدراسیون و فوتبال و اینم روش چیزی نمیشه که. مهم اینه که به جامعه جهانی نشون بدیم ما همه جوره با بشار اسدیم، همه جوره، حتی از نوع فوتبالش. با نام و یاد آقای گل عرصه ولایت عضی مقام عظمای توپ زیر پا با گزارش زنده مسابقه فوتبال انتخابی جام جهانی در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگه تیم ملی سوریه و ایران مقابل هم قرار میگیرن. در صورتی که سوریه بتونه ایران رو ببره مستقیما به جام جهانی صعود میکنه. در جایگاه ویژه تماشاگران هم بشار اسد و شیخ حسن روحانی و سید حسن نصرالله و سردار قاسم سلیمانی دست در دست هم نشستند و لبخند ملیحی هم به دوربین میزنن. داور سوت شروع مسابقه رو میزنه. بازیکنان ایران لبیک گویان توپ رو 2 دستی تقدیم بازیکنان سوریه میکنن. عبدالعلی الخالد الاسد الموشک الشیمیایی 2-3 بازیکن رو دریبل میزنه و وارد زمین تیم ایران میشه. یه پاس تو عمق میفرسته، مهاجم سمت چپ حرم از خط مدافعین حرم رد میشه، یه سر به توپ میزنه، یه پاس هوایی بالستیکی از نوع شهاب سر داخل محوطه جریمه ایران میفرسته و با یک ضربه محکم دروازه‌بان ما خوابش میبره و توی دروازه گل برای سوریه. گل! چه میکنن این مهاجمین حرم؟ چه میکنه این بازیکن؟ مقام عظمای ولایت از شادی در پوست خودش نمیگنجه، عبا عمامه رو میکنه خودش داخل زمین مسابقه. چه بازی بشه این بازی! ال کلاسیکو باید بره جلو بوق بزنه. رانی مدد مددیم مهمت کونی بعید علیم رانی مدد مددیم هضرو انا فيكو فيا لازم الجرح يضرب بالدواء سهرة تكون جميلة يا الحبيبة. خبردار شدیم که علی اکبر جوانفکر از ریشوهای نزدیک به احمدی نژاد رو وقتی به دادسرای آخوندی احضار کردن بهش ابلاغ شده که یکی از جرائمت استفاده از ضرب المثل آب در هاون کوبیدن بوده و استفاده از این ضرب المثل مصداق بارز اخلال در امنیت کشور، تبانی علیه نظام و توهین به ولایت فقیه بوده. آقا از زبان شیرین فارسی همین 4 تا ضرب المثل باحالشو داشتیم که بیا اونا رو هم امنیتی کردن. مثلا الان کسی ضرب المثل باد آورده رو باد میبره رو بگه، فردا صبح میان میکنن تو گونی میبرنت. چرا؟ چون حکومت باد آورده آخوندی رو به سخره گرفته. یه ضرب المثل باحالی هم داریم که میگه به شتر مرغ گفتن بار ببر گفت مرغم، گفتن خب تخم بذار گفت شترم. اینم الان اگه استفاده کنی به جرم توهین به رئیس جمهور میبرنت. یا این ضرب المثل هست بعد 40 سال گدایی شب جمعه رو یادش رفته. دقیقاً توهین مستقیم به مراجع اعزام قمه که اگه بگی حسابت با کرام الاطلاعات سپاهه. خب آقا اینطوری که نمیشه که ما هر ضرب المثلی به ذهن و دهنمون میاد یه جورایی توهین به ارکان حکومت میشه که ما از مسئولین فرهنگستان ادب پارسی به ویژه حداد عادل خواهشمندیم که یه لیستی از ضرب المثل‌های مجاز رو منتشر کنن لااقل بدونیم چی بگیم. والا قدیما حرف و شیرین چون عسل بود، میونه مردم ضرب المثل بود. از یه گل بخار نمیشه، بی وفا که یار نمیشه، واسه عاشقا هیچ درد انتظار نمیشه. دیدین چه سیل و طوفان وحشتناکی اومد تو بلاد آمریکا؟ از زمین و آسمون آب میریخت تو این مملکت.
طوفان به پا شد رفت تو آسمون، هرچی آب و مه و خورشید و فلک بود و جمع کرد آورد ریخت تو شهر هوستون آمریکا، جوری که سیل شد و همه جاشو آب برداشت. الان هواشناسا و زمینشناسا و جغرافیادانا و زیستشناسا و کلا همه دانشمندا اندر کف نشستن دارن فکر میکنن آخه چرا باز این همه آب بریزه یهو تو بلاد کفری که پر از فساد اخلاقیه؟ چرا واقعا؟ البته جوابتون رو حسن عباسی، تئوریسین جهان آخوندپرور، الان میده. الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده. یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد. الان فهمیدین چرا؟ نه؟ هنوز نفهمیدین؟ خب اتفاقا ما هم نفهمیدیم چرا. این که چیزی نیست، دانشمندا هم هنوز نفهمیدن چرا. یک خواب خسته از سکوت سرد دیوارا، افسانه ارنست رافائل چه گوارا، درگیر و داره شورش قلب من و سینه، آزادی کوبای قلبم با تو تضمینه. روز اعتصاب گریه کرده چشم شب خیسه، این کهکشان از عطر حرفای تو لبریزه. این آقازاده ها لامصب انقدر تهیدست و ساده زیست هستن که آدم دلش میخواد شماره حسابشون رو بگیره و کمک های مردمی براشون بفرسته. نمونهش همین کیان لطفی، پسر امام جمعه ایلام. چند وقت پیش بعد مدت‌های مدید بالاخره قلکش رو شکست، یکم پول خورد توش بود و تصمیم گرفت با اجازه بزرگتره و پدرش سفر حج ثبت نام کنه. بعد دید اینطوری که خالی که نمیشه، که حالا که مشرف به حج میشه باید یه ولیمه کوچولویی هم بده. بعد رفت دوباره ته قلک رو ناکه، دید یکم پول خورد دیگه هم هست، رفت باشه تالار خیلی کوچولوی 2000 متری اجاره کرد. یه تعداد خیلی کم هم مهمون مثلا بوده 500 تا اینا دعوت کرد. آخه چقدر ساده زیستی، آخه چقدر. من نمیدونم این همه ساده زیستی رو از کجاشون اینا در میارن. چند تا از این ستاره‌های خیلی فقیر سینما و تلویزیون هم دعوت کرد، اونا هم در راه رضای خدا خیلی مفتکی اومدن تو مراسم ولیمه شرکت کردن. وای، یعنی کاش بود اینو میدیدین که چه ولیمه فقیرانه‌ای بود. سر میزان فقط نون خشک و آب و این چیز. حالا یه ذره کباب و بوقلمون و چنجه و شیش لیک هم بود، اونا هم بود. اون اتاق پشتی هم واسه فقرایی بود که نوشیدنی معمولی به معدهشون سازگار نیست، اونم بود. جلوی درم چند صد تا ماشین خیلی درب و داغون و محقرانه پورشه و لامبورگینی و بنز و اینا هم پارک کرده بودن. آقا اصلا جیگرمون داشت کباب میشد دیگه. کاش بقیه مردم و شهروندان هم این میزان ساده زیستی و فقر رو الگوی زندگی خودشون قرار بدن و با ندای لبیک به اقتصاد مقاومتی رهبر عظما قلکاشون رو در راه ساده زیستی و تهیدستی بشکنن. آقا کباب شدم از همه این ساده زیستی ها. و شماره حسابتو بده کیان جان، یه چیزی بریزیم به حسابت. جیگرم سوخت از این همه ساده زیستی تو. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. خب دوستان به پایان برنامه رسیدیم و وقتشه که بگیم بله دقیقاً منم میخواستم همینو بگم. اولا متشکریم از همراهیتون، بعدم که نه دومم داره، میخواستم بگم که اگر نکته‌ای، انتقادی، پیشنهادی دارین برامون بفرستین و عارضم به حضورتون که شما چرا انقدر عجله داری؟ اینقدر بد گذشته، خب حالا وایس دیگه. خلاصه این که باشه بابا کشتی ما رو. ترانه آخر رو هم گوش کنید. بای بای، ما رفتیم. در این زمانه بی‌های و روی لال پرست، خوشا به حال کلامان قیل و بال پرست، چگونه شرح دهم لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ‌های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر سلب‌های باغ کار پرست، به پای هر سلب‌های باغ کار پرست.